یک کسی که وارد این شهر میشه اگر دیدگاهش سرمایه گذاریه کجا بره خوبتره؟ هر کسی یه جای رو تبلیغ میکنه. من مخاطب، من خریدار چطوری بفهمم که کدوم لوکیشن آینده بهتره؟ از اول باید هدفت مشخص باشه. اصلا بحث لوکیشن نیست. تو چرا میخوای بیای تو دبی؟ پلنت چیه؟ میخوای اینجا زندگی بکنی؟ هدفت فقط صرفا سرمایه گذاریه؟ میخوای خانواده‌تو بفرستی اینجا زندگی بکنن، خودت جای دیگه کار داری؟ ببین اون خیلی مهمه. بعد ما میتونیم به لوکیشن ها بپردازیم. بعدش باز شما توضیح بده چه میزان سرمایه میخوای تو این قضیه بذاری، تو این حالا خرید ملکت باشه. مثلا میخوای گلدن ویزا بگیری، نمیخوای بگیری ویزای معمولی، میخوای ویزا 5 ساله میخوای، همه اینا تاثیر میذاره تو اون انتخاب اول ما. ولی خب به طور کل اگر بخوایم در مورد لوکیشن و این که حالا جای خوب دبی کجاست بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من هر جایی تو دبی یه کامیونیتی خیلی خوب داره، اون لوکیشن خوبیه و چه بهتر که نزدیک به مرکز شهر باشه.